جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به یک جای بول کرد. یک کسی ایمن نام داشت. رسول خدا که دوباره میآید صلی الله علیه و سلم ایمن برآمد. پرسید که جناب رسول الله به کجا بول کرده. سبحان الله. بگویید برادران عزیز، بالاخره از بویش یا بوی عطر میداد بول رسول الله علیه السلام. بوی عطر میداد بول رسول الله. بوی عطر میداد بول رسول الله. عطر جناب رسول خدا را بوی کرد و نوش جان کرد. امی گوره که بوی عطر میداد ایره متا بوی کدا و نوش جان کرد و نوش جان کرد. نوش جان کردش. گوی پیغمبره رفیقش بوی میکنه که بوی عطر داره و ایره نوش جان میکنه. یعنی شما فکر کنین میگم خوب صحیح فکر کنین که یا مرا میگه که تو با پیغمبر توهین میکنی. از این که در توهین بزرگ است که شما رفیقای پیغمبر گوخور جور میکنین و گوی پیغمبر خوشبوی جور میکنین. یعنی انسان با کدام سیاچا از نقطه نظر فکری افتیده باشه و چقدر تنزل کرده باشه که پیغمبر خود گویش بخوره